ما هممون دوست داریم که موهای سالم درخشان و بدون هیچ مشکلی داشته باشیم، ولی باورهای غلطی که از این بر اون بر میشنویم میتونه بیشتر از این که کمکمون کنه به موهامون آسیب بزنه. شاید خیلی از شماها فکر کنید که با چند تا راه حل ساده همه مشکلات موهامون حل میشه، اما حقیقت اینه که فقط با شناخت درست از نیازهای مو و استفاده از روش‌های علمی میشه موهای سالم و زیبا داشته باشه. پس اگه آماده‌ای که باورهای اشتباه رو کنار بذاری و راهی درست مراقبت از پوست رو پیدا کنی، حتما بهت توصیه میکنم که این ویدیو رو از دست نده. و اینجا تا باور اشتباهی که ممکنه موهات رو به خطر بندازه بهت معرفی میکنم. باور اشتباه اول اینه که موخوره قابل ترمیم دائمیه. یکی از بزرگترین باورهای غلطی که مردم در مورد موخوره دارن اینه که فکر میکنن موخوره رو میشه به طور دائمی ترمیم کرد، ولی حقیقت اینه که وقتی موخوره به وجود میاد هیچ چیزی نمیتونه اون رو درمان کنه، فقط یه راه داره، اونم قیچی کردنه. این کار باعث میشه که موهات سالمتر بشن و از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنی. پس فراموش نکن که با شامپو یا درمان‌های مختلف دیگه بتونی موخوره رو درمان کنی. راه حلش فقط قیچی کردنه. باور اشتباه بعدی اینه که چیدن موها باعث میشه موخوره بیشتر بشه. یه باور دیگه که خیلی دارن اینه که چیدن مو باعث میشه موخوره بیشتر بشه. این حرف کاملا اشتباهه. چیدن موها به هیچ وجه باعث افزایش موخوره نمیشه. برعکس وقتی موهات رو مرتب کوتاه کنی خیلی بیشتر از آسیب‌های موها جلوگیری می‌کنی. هر چقدر بیشتر موهات رو از قسمت‌های آسیب دیده کوتاه‌تر کنی بیشتر به سلامت موهات کمک کردی. پس هیچ وقت از قیچی فراری نباش. باور اشتباه بعدی اینه که میتونیم تعداد فولیکول‌های مو رو زیاد کنیم. بعضیا فکر میکنن که با مراقبت‌های خاص میتونن تعداد فولیکول‌های موی سرشون رو بیشتر کنن، ولی واقعیت اینه که تعداد فولیکول‌های موی هر آدمی از زمان تولدش ثابته و هیچ چیزی نمیتونه اون رو تغییر بده. ممکنه شما بتونی ریزش مو رو کاهش بدی، اما هیچ درمانی وجود نداره که بتونه تعداد فولیکول‌های موی سر شما رو بیشتر کنه. پس هیچ وقت به وعده‌های دروغین و تبلیغات فیک افرادی که میگن فولیکول‌های مو رو میتونن زیاد کنن اعتماد نکن. باور اشتباه بعدی اینه که همه باید شامپوی فاقد سولفات استفاده کنن. این باور که باید حتما از شامپوهای فاقد سولفات استفاده کنیم یه اشتباه بزرگه. شامپوهای سولفات برای افرادی که پوست سر چرب و موهای نازک دارن خیلی مناسبه، چون این شامپوها میتونن چربی اضافی و آلودگی‌های روی پوست سر رو به خوبی پاک کنن. البته اگه پوست سر خشکی داری استفاده از شامپوهای فاقد سولفات میتونه برای تو بهتر باشه. پس با توجه به نوع پوست و موهات باید شامپوی مناسب رو انتخاب کنیم و هر شامپوی برای هر کسی مناسب نیست. بعد اینه که رنگ کردن موها باعث میشه موهای سفید بیشتر بشه. یه اشتباه دیگه که خیلی ها بهش باور دارن اینه که رنگ کردن مو باعث میشه موهای سفید بیشتر بشه، اما واقعیت اینه که این باورم کاملا اشتباهه. رنگ کردن مو هیچ تأثیری بر افزایش یا کاهش تعداد موهای سفید نداره. اگه زیاد رنگ کنی ممکنه به ریشه مو آسیب بزنی و ممکنه به ریزش مو منجر بشه، ولی در کل رنگ کردن فقط ظاهر موت رو تغییر میده، نه تعداد موهای سفیدت رو بخواد بیشتر کنه. پس از رنگ کردن موهات نترس. باور اشتباه بعدی اینه که داروها میتونن سفیدی موها رو از بین ببرن. بعضی فکر میکنن که داروهای شیمیایی یا گیاهی میتونن سفیدی مو رو از بین ببرن، اما باید بدونه که هیچ دارویی چه شیمیایی چه گیاهی نمیتونه سفیدی مو رو به طور کامل از بین ببره. موهایی که سفید شدن دیگه به حالت طبیعی خودشون بر نمیگردن. حتی اگه نمیخوای موهای سفیدت رو ببینی میتونی اونا رو رنگ کنی، ولی هیچ درمانی وجود نداره که سفیدی مو رو از بین ببره. در نهایت
مراقبت درست از موها نیاز به آگاهی داره. حالا که این باورهای غلط رو کنار گذاشتیم، باید یاد بگیریم که مراقبت از موها به دانش و دقت نیاز داره. هیچ معجزه‌ای وجود نداره که یک شبه موهای شما رو سالم کنه یا مشکلی رو حل کنه، ولی با رعایت اصول علمی و مراقبت‌های درست میتونیم موهای سالم و زیبایی داشته باشیم. پس دیگه وقتشه که از روش‌های اشتباه دست برداریم و واقعیت‌ها رو بپذیریم.